تو اکثر ویدیوهایی که تا حالا تو این کانال دیدین موارد زیادی رو دیدیم که نشون میداد آیا واقعا موجودات ماورالطبیعه وجود دارن؟ موجوداتی که به شکل‌های مختلفی خودشون رو ظاهر میکنن و نشونه‌های از حضورشون رو به ما نشون میدن. اما یکی از عجیب‌ترین شکل‌های اعلام حضور موجودات ماورایی EVP یا صداهای فراتبیعیه، صداهای ضبط شده‌ای که اصلا نباید شنیده می‌شدن اما وجود دارن و توی این ویدیو قراره به بررسی چند مورد از این صداها بپردازیم. من علی نیکفر هستم و توی این ویدیو قراره چند تا از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین تماس‌های تلفنی رو با هم گوش کنیم که توسط مرده‌ها و موجودات فراتبیعی گرفته شده. شماره 1 اپراتور. توی سال 2006 یه شرکت معروف شیلیایی شاهد یکی از عجیبترین و ترسناکترین اتفاقاتی بود که تا امروز تو کشور شیلی افتاده، چیزی که حتی تا سالها بعد هم توسط مردم اون کشور فراموش نشد و توی اکثر شبکه‌های خبری بهش پرداخته شده و هم تاریخ تماس و هم روز مرگ کسی که این تماس رو گرفته به طور رسمی ثبت شده. شرکتی که این تماس رو گرفته یه NGO محلیه به نام نینا فاوندیشن که کارشون حمایت از کودکایی که تو معرض خطرات اجتماعی هستن. به این شکل با آدمای مختلف تماس میگیرن و ازشون میخوان در صورت تمایل به انجیوشون کمک کنن. و یه شب اپراتور این شرکت با یه زن تماس میگیره و بهش میگه صبح با شوهرش صحبت کرده، ولی شوهرش بهش گفته از که همسرم خونه است بهمون زنگ بزن چون بهتر میتونه بهتون کمک کنه. خب تا اینجا که همه چیز عادی به نظر میرسه، ولی بریم این تماس تلفنی رو با هم گوش کنیم. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de Don Gonzalo. Sí. Buenas noches, mi nombre es Mildra Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. Ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero es que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? Sí, ¿con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? ¿No? Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su Le nombre? estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con Don Gonzalo. Ya. Imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Exactamente. Y que usted decidía si era socia de nuestra red. و بعد از این اتفاق اپراتور از اون شرکت میخواد تا تماس‌هایی که اون روز صبح گرفتن رو بررسی کنه و این تماس تلفنی که میخوایم با هم گوش کنیم صدای همون مردیه که همسرش میگفت 14 ماه پیش مرده. ¿Aló? Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Mildra Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien usted. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Ya. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con la señora y ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? dame la tardecita, como a las después de las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. Hasta luego. Hasta luego. مؤسسه با صاحب این خونه دوباره تماس میگیره و صدایی که صبح ضبط شده بود و براشون پخش میکنه و همسر گونزالو در کمال ناباوری تایید میکنه که صدایی که ضبط شده واقعا صدای همسرشه و این خیلی زود تبدیل به یکی از عجیب ترین اتفاقات ماورایی میشه که تو کشور شیلی افتاده و به نظر من این یکی از عجیب ترین مدارکیه که ثابت میکنه شاید زندگی بعد از مرگ وجود داشته باشه و هنوز هم هیچکس نتونسته دلیلی برای این تماس پیدا کنه. ولی شما چی فکر میکنید؟ شماره 2 دوست خیالی. تو فرهنگ لاتین دوستای خیالی بچه‌ها همیشه برای پدر و مادرشون مشکوک هستن. تو همه جای دنیا دوستای خیالی فقط برای خود بچه‌ها هستن که واقعی به نظر میان. ولی مردم مکزیک اینطور فکر نمی‌کنن. اونا اعتقاد دارن موجوداتی که بچه‌هاشون باهاشون بازی می‌کنن واقعا وجود دارن. شاید روح یکی از نزدیکان از دست رفته‌شونه و شاید هم یه موجود خیلی خطرناک و عجیب‌تر دیگه. موجوداتی شیطانی که از احساسات و ترس بچه‌ها تغذیه میکنن و صدایی که قراره با هم گوش کنیم یکی از بهترین نمونه هایی که نظر مردم مکزیک رو راجع به این دوستای خیالی ثابت میکنه.
ماجرای این تماس تلفنی اینطوریه که پدر یه دختر 5 ساله داشته با تلفن با همکارش صحبت میکرده، ولی یه کاری براش پیش میاد که گوشی رو بدون اینکه قطع کنه میذاره و برای چند دقیقه میره. توی فاصله دخترش گوشی رو برمیداره و شروع میکنه با همکار پدرش صحبت کردن و همکار پدرش هم توی مدتی که منتظر بود تا این بابا برگرده با دخترش شروع میکنه صحبت کردن و چیزی که قرار گوش کنیم بدون کم و زیاد دقیقاً همین تماس تلفنیه که تو سیستم شرکت پدرش ثبت شده بوده. Oye, nena, ¿cómo te llamas, nena? Samantha, Samantha, qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? 5. 5 añitos, qué bonito, bebé. Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí. Y un amigo. Ah, ¿un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? 5. Ah, tiene tu edad y juegas con él. Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y por qué no querrá que nos digas? ¿No quiere jugar? No. Ah. Oye, y ¿cada cuándo lo ves? Siempre. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cuántos años tienes? 5. ¿Y cuántos años tienes? 5. حالا برای کسایی که درست متوجه نشدن یه چیزی رو توضیح بدم. وقتی اون مرد از دختر سنش رو میپرسه یه صدای خیلی عجیب انگار پشت سر دختره است که میگه 100 که به اسپانیایی میشه 100. ¿Y cuántos años tienes? 5. ¿Y cuántos años tienes? 5. و کمی بعدتر وقتی اون مرد اسم اون موجود رو از اون دختر بچه سوال میکنه میشه یه صدای زمزمه خیلی ترسناک شنید که به اسپانیایی میگه نول دیاس، یعنی بهش نگو. ¿Cómo se llama? No quiere que te diga. و اینم یکی از اون تماس‌های تلفنی بود که تو مکزیک خیلی سر صدا کرد. ولی تصمیم نهایی با شماست. شما راجع به این صدایی که شنیدیم چی فکر میکنید؟ شماره 3 آخرین تماس. توی سال 2008 توی ایالت کالیفرنیا تو کشور آمریکا یه حادثه خیلی وحشتناک واسه 2 تا قطار مسافربری اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث کشته شدن 25 نفر از مسافرین این 2 قطار شد. یکی از این 25 نفر یه مرد 49 ساله بود به نام چارلز پک، یه کارمند شرکت هواپیمایی دلتا که اون روز برای دیدن نامزدش سوار این قطار شده بود. نامزد چارلز تو ایستگاه منتظرش بود و اولین کسی بود که متوجه میشه ممکنه اتفاقی برای چارلز بعد از این تصادف وحشتناک افتاده باشه. و نیم ساعت بعد از این تصادف اون اولین تماس رو از طرف چارلز دریافت کرد و نیم ساعت بعدتر پسر چارلز دومین تماس رو دریافت میکنه. And he said, my dad just called me. And I said, what did he say? Where is he? Is he okay? He didn't say anything. The phone rang and it said dad. و از زمان برخورد قطار توی ساعت 9 شب تا ساعت 3 صبح پسر، مادر، خواهر و نامزد چارلز مجموعاً 35 تماس از طرف اون دریافت کردن. تماس هایی که همه بعد از چند ثانیه سکوت قطع می شدن. And we were yelling in the phone, you know, hang in there, baby. We're going to get you out. You're going to be okay. و همین موضوع باعث شد تیم نجات تصمیم بگیرن تماس های چارلز رو ردیابی کنن. And they were so excited. They had this incredible adrenaline rush at the thought that they could possibly go find another survivor. And we gave her a description and they spent the next couple of hours looking for him. And they did end up finding him, and they said that he had died immediately on impact, and there was no way he could have been calling us. و در حقیقت تیم نجات با ردیابی تلفن چارلز جسدش رو دقیقاً توی نقطه‌ای که این 35 تماس گرفته شده بود پیدا میکنن، ولی اون موبایل هرگز پیدا نشد. گزارش پزشک قانونی میگفت چارلز تو لحظه تصادف جونش رو از دست داده و امکان نداره بتونه این تماس‌ها رو گرفته باشه. تماس‌هایی که فقط با نزدیکترین اعضای خانواده‌اش گرفته شده بود. و آخریش فقط چند دقیقه قبل از اینکه جسدش پیدا گرفته شده بود. پس به نظر شما موضوع چی بوده؟ آیا این واقعا آخرین تماس هاییه که یه نفر چند ساعت بعد از مرگش برای خداحافظی با خانواده‌اش میگرفته یا موضوع یه چیز دیگه ایه؟ و شماره 4 پروژه نهایی.
یه گروه تو آمریکا وجود داره که تمام عمرشون رو صرف جمع‌آوری تماس‌های تلفنی کردن که توسط افراد مرده یا موجودات فراتبیعی گرفته شدن. جورج میک به همراه همکارش کنستانتین راودیوه یکی از همین افراد بودن که سالهای زیادی از عمرشون رو صرف تحقیق در مورد صداهای ضبط شده این موجودات کردن. کنستانتین راودیوه توی سال 1974 جونش را از دست داد، اما جورج میک به تنهایی به کارشون ادامه میده. ولی چیزی حدود 20 سال بعد از مرگ همکارش اون شروع به دریافت یه سری تماس تلفنی خیلی عجیب کرد. تماس‌هایی از طرف همکار مرده‌اش راودیوه. توی این تماس‌ها راودیوه به چند تا از پروژه‌های مشترکشون اشاره میکنه و میگه حضورش تو دنیای پس از مرگ فصل جدیدی از تحقیقاتش رو شروع کرده و حتی میتونست یکی از این تماس‌ها رو ضبط کنه. تماسی که توش راودیوه با یه صدای خیلی عجیب باهاش صحبت میکرد. This is Konstantin Raudive. This is the first contact you get from us. I suppose that you can hear me. I can hear you very well, very plainly. Fine, so this is the beginning of a new story, a new chapter, George. You are a very good friend of ours, even if we haven't met. خیلی از محققین ماورایی این صداها رو بررسی کردن، اما هیچ کس هیچ وقت نتونست توضیحی براشون پیدا کنه. خیلی‌ها میگن این یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دنیای ماوراست و خیلی‌ها هم اعتقاد دارن جورج میک خودش این تماس‌ها رو ساخته تا بتونه توجه عمومی رو به کارش جلب کنه. ولی عجیب‌ترین نظریه اینه که خیلی‌ها میگن این یه تماس تلفنی واقعیه، اما از طرف راودیوه نیست و یه موجود شیطانی داره سعی میکنه خودش رو به جای دوست جورج جا بزنه تا بهش نزدیک بشه و بهش آسیب بزنه. ولی درست یا غلط تصمیم با شماست. این هم 4 تا از عجیب ترین تماس های تلفنی که میگن آدمایی که مردن گرفتن. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. مرسی که تا آخر با من همراه بودین. دوستتون دارم و خدای بزرگ نگهدارتون باشه.